سلام دوستان، در این ویدیو میخوایم نحوه برداشت داگز رو بهتون آموزش بدیم. اگه چنل ما رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید تا ویدیو رو شروع کنیم. ابتدا روی کلیم آن چین میزنیم. 2 گزینه برای ما میاره. گزینه اول رو اگه انتخاب کنیم باید کارمزد پرداخت کنیم و طی 72 ساعت داگز ها به کیف فول میاد. ولی اگر گزینه دوم رو انتخاب کنید مجانی هستش، ولی ممکن تا 3 هفته طول بکشه بعد داگز ها به کیف فول شما واریز شه. من خودم گزینه دوم رو انتخاب میکنم، شما هر کدوم خواستین انتخاب کنید. بعد کانتینیو رو میزنم. Yes, let's do that. check your data. اینجا میگه چک کنید این درست باشه. That looks good. I confirm. به همین سادگی داگز ها رو برداشت کردیم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.